متشکرم. قربونت برم. زحمت کشیده مادر. دست شما درد نکنه. متشکرم. بفرمایید. بفرمایید. متشکرم. خواهش میکنم. بفرمایید. وای دانشگاه بری ایشالله ببینم خوش مرسی. خواهش میکنم. میشه جان. ممنون باشید. خیلی ممنون. دستتون در نکنه. زحمت بودم. دست شما درد نکنه. زحمت کشیده بابا جان. ایشالله روزی شما باشه عزیزم. ایشالله شیرینی خودتو بخورید. ایشالله شیرینان باشید. خوشحالی به نسبت به شناختی شما به خانواده‌تون داشتم، به خود حسین داشتم، مگر خب هیچ الان تو این دور زمانی هیچ پدری راضی به این نمیشه که خب دخترش بخواد حالا با یه جوونی با هم برن بیان برن و بیان. ولی خب من نسبت به شناختی که خدمت حاج آقا و خدمت شما داشتم، خانواده محترمتون داشتم، بعد خود حسین آقا داشتم، این اجازه رو به نگین دادم که از این اجازه من الحمدلله جفتشون سربلند خدا رو شکر. باقیش دیگه مثل خودشون ما دوست داریم در کنار اینا از دور ببینیم لذتش رو ببینیم. من 4 سال پیش یادم به حسین آقا گفتم حسین آقا نگین ما خب هیچ کمبودی نداره، هیچ بالاخره این عزیز همیشه باشه. حسین هم ما سعی کردیم که جوری تربیتش بکنیم که بالاخره خانواده دوست باشه نگین جان، یعنی قدر زن و زندگی و کار و تلاش رو بدونه. من اون چی که حالا تو ذهنم هست خیلی تعریف نمی‌کنم بکنم ازشون، ولی فکر می‌کنم که شوهر خوبی باشه، مرد خوبی باشه، بتونه زندگی رو خوب جمع کنه. من همیشه به بچه‌ها 3 تا من پسر دارم که حالا نگین یا حسین جون پسر آخری هستش، همیشه به بچه‌ها میگن که چشماتون رو باز کنین، گوشاتون رو باز کنین. قبل از ازدواج هر اتفاقی بیفته هیچ مشکلی